من یه کار خیلی بدی کردم، بالا سر امام حسین یکی از آقایونو دیدم، بعد ایشون سیده، 2 تا سید اومدن ازشون سوال بپرسن و من مونده بودم چجوری بشینم. این طرف میشستم پشت به ذریعه امام حسین میشد، این طرفا نمیخواستم ببین اینا اولاد حضرت زهرا پشت بهشون کنم. بعد همینجوری نشستم معلق که تموم بشه، یهو رفتم این کار زشت من بود، نباید، این کار درست نیست، این کار اخلاقی نیست. که من گفتم دیدم من نشناخت، سلام علیکم، خیلی عادی سلام علیکم. گفتم آیا شما رایفی پور رو میشناسید؟ نظرتون در مورد سخنرانیش چیه؟ صحبتش دیدم رد کرد، خیلی جدی گفتش که رد که یعنی مثلا که آره چیزایی داره و یه حرفا اینجوری میزنه و حرفا بود که میگن بقیه بعضیا میگن. بعد دیگه من هیچ نگفتم دیگه، گفتم که خب پس دعاش کن. بعد گفتم میشه مستقیم بفهمید کدوم حرفاشون شما صحبتاشون؟ گفت نه من خودم هیچ حرفی ازش نگفتم، خدا شاهد. گفتم که خب شما یعنی وایستادم که بگم که مثلا چطور داره قضاوت می‌کنه، گفتم پس اگه اینجوری باش دعا کنید دیگه. الان ما دوستیم، خب رابطمون خوبه، من به روش نیاوردم اونم به روی من نیاورده اون روزا.